شما میبینید برادرای عزیز، بحث فساد انسان از زمان قابیل است. از زمان کیست؟ از زمان قابیل به حابیل است. میگه انسان ها لیاقت می داشته باشه، درایت می داشته باشه، فهم می داشته باشه، علم می داشته، آگاهی می داشته باشه. اما انسان از وقت قابیل به برادرکشی مسئول است. از وقتی کی؟ از وقت قابیل که حابیل کشته. تا به امروز شما میبینید که روسا اوکراینیا را میکشه، امیر که مسلمان و امریکایی‌ها میبینید در نیم کره خاکی آتش روشن کرد. در صورتی که قبل از اینکه امریکایی یا روسی باشه کلیگشان چیست؟ انسان است. علتش چیست؟ در یک کلمه، خواستای نامشروع و نابجای نفس. خب میگه همواره امیر رقم به خودکشی و برادرکشی. میبینید در اینجا از یک طرف انسان میکشه، از طرف دیگه انسان خود میکشه. اما مواد مخدر خودش یک مرگ است. با این تفاوت با جای از اینکه در مرمی بزنی اینمی در 10 سال میمونه. یا کسی که روی خود 10 سال ششته نتونه، یا کسی که نان خود پیدا کرده نتونه، یا کسی که یک حمام کرده نتونه، یا کسی که به احتیاجات خود رسیدگی کرده نتونه، یا کسی که نفهمه که در کجا رفت حاجت خود بکنه. این شما زنده میگین. ای وقت مرده. با این تفاوت که فقط یک مرده متحرک است، یک جسد است، اکسیژن میگیره. دیگه چیزی به نام حیات وجود نداره. حیات سازندگی را میگه، حیات مفید بودن میگه، حیات فهمیدن فلسفه خلقت میگه، حیات مثمر بودن میگه، حیاتی را میگه که انسان بفهمه که واقعا کیست و چیست، حیاتی را میگه که به دیگران انسان خیرش برسه. این را زندگی میگه. زندگی را نمیگه که تنها اکسیژن به کربن دی اکساید بدل کنه.